Arada رو فراموش نکنین لایک بجقین برای که ویدیوی نو انتظار شیم. توبه، این دفعه دیر نکردی. من هیچ وقت دیر نمی کنم. خب به سلامتی هر سه تا مریضمون صحیح و سالم رسیدن. البته ما هم. حالا با پولای هفته گذشته حساب کنی دیگه پولامون برای سفر روم حاضرن. باشه بذارن صندوق عقب ماشین، خودم حلش میکنم. میخوای پولا رو با هواپیما خارج کنی؟ قبلا به جزئیات گیر نمیدادی. از این به بعد اینطوریه؟ آخه یه بار سوتی دادی، دیگه مجبوریم مراقب دسترنجمون باشیم. باشه عمو، هر طور که شما بخواین. من همه برنامه ریزی ها رو انجام میدم. بعد که کارا رو جور کردم جزئیات کار رو در اختیارتون میذارم. باشه؟ خوبه، باشه. متین، در مورد خیریه طاهر دیندار یه تحقیقی بکن. برام یه پیک جدید پیدا کن. فقیر، محتاج و کاملا وفادار باشه. صبر کن قهرمان من، خودم بهت میدمش. ملک، میگم چطور من هفته یه تیر بخورم؟ آخه خیلی شیرین تر بشی دختر. واقعا که حسین جان. حسین سر به سر عروسم نذار. خب با اجازهتون من برم بخوابم. اوقات خوبی داشته باشید. دمت تو هم حسنو بردار برید. یالا فردا مدرسه دارینه. شبتون بخیر. دمت. یالا بلند شو پسرم. میخوای بقیه‌شو تو خواب بخوری؟ یالا پاشو دیگه. پاشو ببینه. بریم بابا جون. شب بخیر. شب بخیر. شب بخیر. رئیس، شما قرار بود یه مأموریت طرفای پنلیک برای پلین جور کنین. چی شد؟ اگه نه که من برم مرخصی، چون راه دیگه‌ای برای آسایش ما نمیمونه. چقدر بی‌مزه‌ای تو آرتا. بفرما برو مرخصی، انگار کسی جلوشو گرفته. رئیس این فقط کارش اینه که به من گیر بده. البته اگه ازش بپرسی میگه بهترین همکاره. دخترم چون دوستت داره باهات شوخی میکنه. خدا این دوتا رو برای هم حفظشون کنه. ملک تو کل اداره از این دو نفر صمیمیتر وجود نداره. البته با عمر میشن 3 تفنگدار. منم 4 میشونم. اسمش چی بود؟ دارتانیان. منم دارتانیانم. اوه ببین چه گرم گرفتن. آها پورتوس هم اومد. پورتوس که داداش خیر باشه. بیا دادا، بیا که منتظر بودیم بیای با هم یه آواز بخونیم. ای بابا داداش چه آوازی؟ چرا پسر؟ Kesik çayar biçilir mi? بخون دیگه. içilir mi? Allah!
Bağlama yap. Bana yardan geç diyorlar. Seven yardan geçilir mi? Aman desinler, desinler, şeker yesinler. Şu olan şu kıza aşık desinler. Aman ben yandım, 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 yandım. Ellerim memleketime alem. ای بابا پام لیز خب ای خدا چرا اینجوری رفتار میکنین مگه مستم بیا دادا Aman ben yandım, 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 yandım. ده بیا داداش دیگه بس کن دیگه. داداش تو رو خدا بشین. چی شده پسر چرا ناراحتی داداش میشه بشینی؟ خواهش میکنم. دوباره رفتی پیش لطیفه چیزی بهت گفته لطیفه نداداش. یه لیوان آب میدی؟ به خاطر لطیفه نیست، بابت سیبل ناراحتم. بگو ببینم الان باید همه با هم ناراحت چین امروز رفتم بازار پیش طلا فروشا، میخواستم در مورد الماسا اطلاعات بگیرم. سیبل روز قبل کشته شدنش رفته بوده پیش همون طلا فروشه تا بهش الماس تقلبی بفروشه. ماما چی شد زود اومدی؟ عمر اومده بود. فردا برای بازجویی میان اینجا. باید بهش کمک کنی. یعنی دیگه ما رو نمیبرن؟ وضعیت خواهرتو میدونه؟ مجبور شدم بگم مامان. اون که به کسی نمیگه نه؟ عمر کاملا قابل اطمینانی. من به پلیسی که نمیشناسم چطور اعتماد کنم؟ وقتی به دختر خودم نمیتونم اعتماد کنم با این همه دروغ و مخفی کاری. مامان فرصت نشد در مورد رابطه خودم و عمر برات توضیح بدم. خواهش میکنم اجازه بده. با اجازت میخوام برم بخوابم، روز سختی بود. اصلی چطوره؟ خوبه، بهترم میشه. حتما همینطوره. شب بخیر مامان. یا مامانشو فریب داده یا اینکه البته که فاطمه خانمو فریب داده. اون زن ساده یه زود باوره، اصلا چه میدونه الماس چیه و چقدر قیمت داره. ولی من بهتون گفته بودم شبی که سیبل مرد گفتم سیبل داره یه کارایی میکنه با حقوق معلمی، اونم با اون سر و وضع و لباساش و بقیه چیزا. ملک خواهشن تو کاری که بهت مربوط نیست دخالت نکن. چرا مربوط نیست حسین؟ عمر داداش منم هست. سوزه دلش تا اینجا میرسه. باشه حداقل بذار تمرکز داشته باشیم بتونیم یه فکری بکنیم. ولی زنده‌داش راست میگه. یه ندایی تو قلبم میگه سیبلم عضو این باند پولشویی بوده. داداش من باید هرچه زودتر این پرونده رو تموم کنم وگرنه نونی که میخورم حرومه. البته تنهایی که از پسش بر نمیام.
پس بهم کمک میکنی؟ این چه حرفیه عمر؟ البته که کمکت میکنیم داداشم. چی گفتی داداشم؟ این چشمش دنبال جایگاه منه ها. خب پس منم هستم داداشم. چیا میشنون؟ ملک زود اسلحه منو بیار. اینا دارن دادای منو میدوزن. اصلا منم کمک بکنم. ترسوندمت؟ نه حواسم به فیلم بود. یکم حرف بزن. دارم فیلم میبینم لطیفه. منم میخوام حرف بزنیم. بعدم. چی کار میکنی تو؟ چرا با من اینطوری رفتار میکنی؟ من چی کارت کردم؟ ببین این زن بیچاره همه جور بلای این اواخر سرش اومده، همش سعی میکنم ناراحتش نکنم، اون وقت تو میری و قضیه عمر رو بهش میگی؟ مگه بهت نگفتم من خودم میخوام بهش بگم؟ خب من کار تو رو راحت تر کردم دیگه. مجبور نیستی 2 ساعت به مامان توضیح بدی. تو چرا اینقدر از دست من عصبانی هستی؟ تو اونجا منو ول کردی و رفتی لطیفه. تو رفتی روم دنبال گشت و گذار. من ولت کردم؟ اگه یادت باشه اونا ما رو از هم جدا کردن نیلوفر. من به خاطر کار شرکت رفتم روم، بعدشم که زود اومدم و تو رو پیدا کردم. تو وقتی پیدا نکرده بودم چشم رو هم نذاشتم. آخه خیلی برای بیخوابیت نگران شدم. تو به زندگیت ادامه دادی لطیفه بدون اینکه اصلا فکر کنی چه بلایی داره سر من میاد. فکر نکردم. من تو خطر بودم، اطرافم پر از آدمای دیوونه بود. کاش این بلا سرت نمی اومد. کاش من جای تو بودم. کاش میتونستم بلایی که سرت اومد از یادت ببرم. اما نتونستی. نشد. هیچ کدوم از چیزایی که من گذروندم و نمیتونی پاک کنی لطیفه. بعد از اینم به خاطر محافظت از من به کسی دروغ نگو، خب؟ مخصوصا به خودت. نیلوفر بیا حرف بزنیم. چرا حرفمو باور نمی کنی؟ سورپرایز؟ این چی؟ باز کن ببین. ببینم چی؟ وای خوبه؟ ادامه بده. ادامه میدیم. عزیزم انگار یادت رفته من کیم. من شبا تو سیرابی فروشی میخوابیدم، اما میشه یه کاریش کرد. اما این لونت یه لونت دیگه است. نمیفهمم. پس بذار بهت بگم. بگو. یعنی اینا برای من و تو نیست، مال لونت و لطیفه است. بهار چرند نگو لطفا. این کارا رسما نشون دهنده اینه که گلوت پیش کسی گیر کرده. خب به نظرت ما تو این مدت داریم چی کار میکنیم عشقم؟ ای بابا من هنوز با این دختر 5 دقیقه هم نتونستم بشینم یه جا حرف بزنم، حالا چطوری ببرمش اینجا؟ تو آدم عاقلی هستی، کاروبارو بهونه کن. خب آها الان وقتشه. باشه فردا تو شرکت باهاش حرف میزنم. لونت الان باید حرف بزنی. مگه خول شدی دختر؟ این وقت شب کی زنگ میزنه آخه؟ دیر وقته. عزیزم آقای تانر قضیه ی الماسا رو فهمیده. خب بفهمه. به ما چه؟ یعنی چی که به ما چه؟ تو فکر میکنی چرا این همه مدت اصلی رو تحمل کرده؟
خب الان که قضیه الماسا رو فهمیده داره براشون نقشه میکشه دیگه. تا اسم الماس میاد آب از لب و لوچش را میفته. بعدش هم رقیبمون از ما یه قدم جلوتره. چرا؟ چون داره با لطیفه توی خونه زندگی میکنه. خب چرا الماسا رو بدیم یکی دیگه راحت ببره؟ یالا زنگ بزن. بودو. همینجا حرف بزن. باشه همینجا. الو. سلام لطیفه خانم. فردا میاین شرکت؟ میخواستم برم دنبال کارهای بیرون. مگه چی شده؟ خدا، آخه من و بهار خانم پشت ببک یه ساختمون پیدا کرده بودیم. میخواستم بگم اگه میشه با هم بریم ببینیمش. تازه پایینش هم یه جایی داره که جون میده برای آتلیه. باشه، سعی میکنم بیام. عالی میشه. بعدش هم میریم یه چیزی میخوریم. باشه؟ یه جای خیلی دنج و آرومی میشناسم که میتونیم گزارشات مالی هم اونجا چک کنیم. با هم حرف بزنیم. میدونین که وقتمون تنگه، باید عجله کنیم. باشه آقای لوند. آی خدا، اصلا حواسم نبود ساعت چنده. نمیدونستم انقدر دیر وقته. فکر کردم 8-9 باشه. شرمنده که این وقت شب مزاحم شدم. مهم نیست. آخه کارای من اینطوریه دیگه. وقتی خونه تنها میشم سرم شلوغ میشه. همش سعی میکنم روی کارم تمرکز داشته باشم. خونه ما هم شلوغ و منم هیچ وقت حواسم به ساعت نیست. خیلی خوبه لطیفه خانم. تا فردا، به امید دیدار. خداحافظ. واقعا آفرین. خب دیگه اصلا راحت نبود. Naçarım boşa gezdim, her işimi suya yazdım. Nazlı yarimi kaybettim, yalan dünya senden bezim. Ay beni yar beni çek kolumdan, sar beni sar beni ay beni. عزیزم خودتو خسته نکن. بریم بخوابیم. بریم بخوابیم نور چشمم. زنده داشت، میخوای کمکت کنم؟ نه خودم میبرمش. یلا پاشو به من تکیه بده. ملک جان، چقدر بار منو به دوش میکشی؟ تو رو هم خسته میکنم. حلالت باشه جونم. بحث و دعوا رو ول کن. خدا ما رو از هم جدا نکنه. بیا به هم تکیه بده. وایسا خدا بلند میشه. پاشو. خوبه، تکیه بده به من. باشه. دادا قربونت برم. شب بخیر عمر.
صبح بخیر هولیا. صبح بخیر لطیفه خانم. مامانم نیست؟ نه نیستن، رفتن. برای منم یادداشت نذاشتن. آسلی و تانر؟ آقا تانر یکم پیش اومد، میخوان آسلی خانمو ببرن دکتر. گفتم به شما بگم. حتما نیلوفر خوابی داره؟ اونم رفت. چی؟ ممنون هولیا. ممنونم، شما میتونید برید. متاسفم ولی امکان نداره. اینجا که کسی نمیتونه کاری با من داشته باشه، کسی هم نمیتونه منو بدزده. نمیشه مطمئن شد نیلوفر خانم. ببین اگه اینجا بمونی تو رو اخراج میکنم، بیکار میشی، فهمیدی؟ مشکلی نیست، شما رو صحیح و سالم برسونم خونه، بعد هر کاری خواستیم بکنیم. از فاصله که میتونم شما رو ببینم وای میسم. بهتون خوش بگذره. ای خدای من. خوش اومدی. ممنون. میدونم میگی منو مسخره کردی ولی برات یه خبر دارم. چی شده؟ کسی خونه نیست. گفته بودم میای ولی نگفته بودم چه ساعتی. همه رفتن ولی به همشون زنگ زدم میان. باشه مشکلی نیست، منتظر میمونم. تا بیان من با کارگرها حرف میزنم و یه چرخی تو خونه میزنم. باشه ولی واسه چی؟ شاید اونا چیزی بدونن. آخه کارگرها اون ساعت یا تو خونهشون خوابیدن یا دارن میرن خونهشون. فکر نمی کنم چیزی بدونن. بذار اینطوری توضیح بدم. وقتی بابام فوت کرد مامانم یه مدت خونه یکی خدمتکار شده بود. همیشه میگفت کارگر یه خونه قلب اون خونه است. فقط نظافت نمیکنه، خیلی چیزا رو میبینه و پنهون میکنه. منم همین نظر رو دارم. یعنی خیلی چیزا رو ممکنه تو ندونی ولی کارگرها بدونن. پس بریم تو اتاق کار، اونجا منتظر باش تا من کارگرها رو خبر کنم بیان. صبح بخیر. تو اینجا چی کار میکنی؟ یعنی چی؟ منتظر من نبودی؟ یه امریکانو. چشم آقا. دیشب خاله زرین زنگ زد، گفته بودی من بیام. خب چیکار کنیم؟ خب آقا مظفر، نه روز تولد لطیفه یادت میاد؟ مگه میشه یادم نباشه قربان؟ زندگیمونو به آتیش کشید. خب اون روز چیزی دیدی که توجه تو جلب کنه؟ چه میدونم کسی دیر یا زود از خونه خارج بشه یا بعد دوباره برگرده؟ من اون شب نبودم، دخترم مریض شده بود، زود رفتم پیشش، باغبون به جای من موند. میتونم با اون حرف بزنم؟ از کارش استفاده داد ولی باید باش حرف بزنم. آدرسی شماره تلفنی ازش داری؟ رفت آقا، دیگه هم برنگشت. ما تو شرکت برای نیروهای انسانی پرونده داریم، از اونجا میتونیم پیداش کنیم. اطلاعات مختصرم باشه کافیه. عمو مظفر، تا اون ساعتی که قرار شد بری تعریف کن. اون روز حال آسلی خانم چطور بود؟ راستش صبح زود دیدمش که با آقا تانر برای لطیفه خانم کادو خریده بودن و داشتن برمیگشتن. بعدشو نمیدونم. باشه فهمیدم. خب عمو تو میتونی بری. ممنون. منم میتونم برم.
از لطیفه خانم خجالت میکشی میتونم بگم بیرون وایسه. نه، واسه چی خجالت بکشم؟ چرا از وقتی اومدی دلواپسی؟ من از پلیس میترسم، واسه همین. ولی منو میشناسی، اولین بار نیست که میبینی. چیزی از ما قایم میکنی؟ خیلی خوب، بشین بیا. آروم باش. چیزی هست که بخوای به ما بگی؟ هولیا، هر چی بگی بین خودمون میمونه. نگران نباش، از کار اخراج نمیشی. هر چی میدونی، شنیدی یا دیدی، حتی اگه کوچیکم باشه بهمون بگو، خواهش میکنم. شاید بهمون کمک کنه. به احمد آقا قول داده بودم ولی... هولیا، چه قولی به بابام داده بودی؟ هولیا آروم باش، نترس، چیزی نمیشه. چه قولی به بابام داده بودی؟ عمر چی کار میکنی؟ اونجا چیه؟ فکر کنم هولیا حرفای مهمی داره که به ما بزنه. ببین چاره دیگه ای نداشتم مرد. کم مونده مامانم منو تو دستشویی زندونی کنه. محافظم بالا سرمه. واسه اینکه چند ساعت تنها بمونم همچین دروغی گفتم که اونم به تو زنگ زد. باشه. مرد میخوام تنها بمونم، احتیاج به تنهایی و آرامش دارم. حالا برو لطفا. میدونی که من کلن بی سر و صدام. تو خوش باش. به خاله زرین قول دادم نمیتونم جایی برم، شرمندم. بدشانسی آوردی. داشتم نظافت میکردم. از جلوی در رد میشدم که یه صدایی شنیدم. بابا کاملا جدیم. اگه حمایتم نکنی نابودت میکنم. بابات رو به روت وایساده. مؤدب باش. داری اذیتم میکنی بابا. من صلاح تو رو میخوام. من دیگه هیچ وقت بر نمیگردم اونجا، میفهمی؟ اصلا برای همین دست به هر کاری میزنم، فهمیدی؟ دخترم مجبوریم. ازت متنفرم، از همتون متنفرم. دیگه خسته شدم، مریدم. خسته دیگه. به خودت بیا. نزن آسلی نکن. به خودت بیا آسلی. بلم کن. پس اسلحه دست آسلی بود. بله. هولیا خواهش میکنم خوب فکر کن. تا مطمئن نشدی به چیزی جواب ندی. متاسفانه دیدم لطیفه خانم.
هولیا خانم، به باغبون بگید همین الان بیاد و سقف و گچکاری کنه. نه تو و نه باغبون یک کلمه هم به کسی چیزی نمیگید. خب؟ چشم قربان. حتی به زرین خانم. ازت متنفرم. ایشالله بری بمیری، ایشالله که بمیری. بابا ازت متنفرم. ازت متنفرم. من چه میدونستم احمد آقا میمیره. تازه نمیتونم اینجور چیزا رو به اصلی خانم نسبت بدم. در واقع آدم خوبیه. حالا چی میشه؟ هولیا اینو به هم بگو، بعدن چیزی دیدی؟ یا شنیدی که بین خودشون حرفی بزنن؟ خب اصلی خانمو وقتی میرفت تولد لطیفه دیدی؟ نه، خونه اونا پایینه. هر وقت صدام کنن میرم پایین. خب اون شب اتفاق خاصی افتاد که توجه تو جلب کنه؟ چون کسی خونه نبود من حدود ساعت 10 خوابیدم. 10؟ هولیا، اینایی که گفتی یه مدت بین خودمون میمونه. تا وقتی نگفتم به کسی حرفی نمیزنی، باشه؟ باشه. حالا میتونی بری. تو خوبی؟ آب میخوری؟ ممنونم. لطیفه، چیزایی که شنیدی واقعا بد بود. منم باورم نشد. حالا چی میشه؟ چی کار میکنی؟ یه مدرک دیگه در مورد اصلی پیدا شد. مجبورم به داداشم اطلاع بدم. اونا هم وقتی بفهمن میان که با اصلی حرف بزنن. خواهش میکنم یکم دیگه به ما وقت بدی. اجازه بده به دکتر اصلی زنگ بزنم و نظر اونو بدونم. شاید با دکترش برای بازجویی بیایم. قول میدم صبح با مامانم اصلی رو میاریم پیشت. لطیفه، برام خیلی سخت میشه. واقعا برام سخته. حداقل تا امشب اجازه بدی. لطفاً. باشه، با داداشم یه مشورتی میکنم. ازت ممنونم. تو دوست خوبی هستی. من میتونم اسلحه اصلی یا بابا تو بگیرم؟ نمیدونم اصلی اون اسلحه رو از کجا پیدا کرده. آخه تو خونه که کسی اسلحه نداره. البته تا جایی که من میدونم. لطیفه، باشه باشه. بهتر من برم. بدرقت کنم. من میرم کاپشنتو بیارم. ممنون. میخوام یه سوالی ازت بپرسم. از کجا فهمیدی هولیا چیزی رو مخفی میکنه؟ خب این حس خدادادیه. هر کی چیزی مخفی کنه یا دروغ بگه من حس میکنم.
به جز آدمایی که دوستشون دارم. در برابر اونا چشم و گوش بستم. انگار یه حفاظ داره. خداحافظ. خداحافظ. احمد میخواد تو باغ پارتی بگیره. انگار بچه کوچولوه. دخترام مثل اون خل شدن و دنبال لباس کابایی میگردن. معلومه تازه به دوران رسیده است. ولی حالا میبینی من یه پارتی میگیرم، همه رو با هم میندازم تو قایم. تو هم میای. بسته دیگه مرد. خسته نشدی از این همه وراجی کردن؟ برگرد ببین تو دنیا چه خبره. بزرگ شو دیگه، بزرگ شو و یه زندگی واقعی داشته باش. یکم مرد باش. من واقعا از زندگی پوچ و تو خالی تو خسته شدم. ای بابا وایسا دختر. چی شد؟ باز قاطی کردی؟ الو عزیزم، آقای لبن زنگ زد گفت نخواستم مزاحمت بشم، جلوی ساختمون تو ببک منتظره. معلومه تو کجایی؟ بهار، از طرف من از آقای لونت عذرخواهی کن. یه کاری پیش اومد. تو میتونی بیای اینجا؟ باید باهات حرف بزنم. فوراً میام عزیزم. خداحافظ. باشه نیلوفر، معلومه تو حالت خوب نیست. بعداً حرف میزنیم. آره خوب نیستم. حالا هم خوب نمیشم دیگه. نگم. چرا به جای مرد منو انتخاب کردی؟ نمیخوای جواب بدی؟ اون بچه از من پولدارتر و خوشتیبتره. باباشم مثل کوه پشتشه. چون مثل تو به من نگاه نمیکنه. قبلا هم کسی اینجوری نگام نکرده بود. برای کسی قلبم بیتاب نمیشد. میدونی بابام تنها قهرمان من بود. وقتی مرد قهرمانم از دست دادم، ولی تو رو پیدا کردم. حالا دیگه قهرمانم تویی. اون روز که بهم گفتی عشق آخرت هستم من باور کردم. بعدشم تو قلبم حبست کردم. لطیفه، آتوی بزرگی که برات آماده کردم اینجاست. نیلوفر، خوش بگذره.